از تحلیل‌های اشکال کرده شده برمی‌آید که یکی از سبب‌های نمایندگان پالاتای حساب تاجیکستان میگویند سنجش معین کرد که شرکت برق تاجیک فعالیتش را در 1.5 سال گذشته با بیش از 3 میلیارد سومانی ضرر جنببست کرده است. قرهخان چیله‌زاده رئیس پالاتای حساب روز 3 انور ضمن نشست خبری گفت اودیتوران پالات سال گذشته فعالیت‌های مالی برق تاجیک بزرگترین شرکت انرژتیکی و دولتی تاجیکستان را سنجیدند. از نتیجه تحلیل معین گردید که شرکت فعالیت مالیوی خود را در سال 2018 با ضرر جنببست نموده است و نسبت به سال 2017 به مبلغ 208 میلیون سومانی ضرر زیاد نشان داده شد. مقامات در این نشست گفتند یکی از سبب‌های نااستواری وضع برق تاجیک اجرا نکردن عهدهداری مالیوی شرکت در نزد قرضداران و دیگر مؤسسه‌ها بوده است. بعد از سازشنامه‌های قرضی گفتیم که در نزد وزارت مالیه، بانک عمومی جهانی، بانک آسیایی روز، بانک اروپایی تجهیز روز و همین مهلت دارند، قرض امتیازات هم هستند. تشکر با دقتتون. عین زمان به گفته رئیس پالاتای حساب در فعالیت برق تاجیک خراجات‌های غیرقانونی، اضافه نویسی در کارهای ساختمانی و تعمیر خط‌های انتقال را آشکار کردند. برای محاسبات نادرست و سوء استفاده از پول شرکت پرونده‌ها باز کرده به مقامات انتظامی سپردند. از جمله به پروکاتور ژنرالی جمهوری تاجیکستان 59 مواد به مبلغ 525.1 میلیون سومانی و اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان 37 مواد به مبلغ 3.4 میلیون سومانی ارسال کرده شد. برق تاجیک تا حال به اظهارات پالاتای حساب واکنش نکرده است، اما قبلا مسئولین برق تاجیک گفته بودند یک سبب اساسی با ضرر جنببست شدن کار شرکت آن است که آنها از نیروگاه‌های سنگتوده 1 و سنگتوده 2 برق را با قیمت بلندتر خریده با نرخ ارزانتر به اهالی می‌فروشند. محض این کار به گفته مسئولین برق تاجیک باعث می شود که کار شرکت با ضرر جنببست شود. شرکت برق تاجیک یگانه شرکتی است که بجز از ولایت بدخشان دیگر منطقه‌های تاجیکستان را با برق تامین می‌کند. این نهاد بارها از سوی کارشناسان برای ناشفاف بودن فعالیتش مورد انتقاد قرار گرفته است. مسئولین شرکت همیشه این انتقادها را رد کردند.